میگویند در دل خاک افغانستان چیزهایی پنهان است که اگر روزی آشکار شود تاریخ جهان را از نو خواهند نوشت. در این سرزمین هر کوه و هر سنگ رازی در سینه دارد و حالا وقت آن رسیده که 10 راز فراموش شده را بازگو کنیم. رازهایی که می توانند نگاه جهان را به افغانستان برای همیشه تغییر دهند. راز اول، شهر گمشده الخلج در هلمند. در بیابانهای خشک جنوب روزگاری شهری زنده بود، با کانالهای آبی پیچیده تر از تمدنهای مصر و بین النهرین. باستانشناسان هنوز در جستجوی تونل‌هایی اند که مردم آن برای انتقال آب ساخته بودند. میگویند شبها صدای آب در دل خاک شنیده می شود. انگار تمدنی خاموش هنوز نفس می کشد. راز دوم، معدن لاجورد بدخشان. 6000 سال پیش لاجورد این کوه‌ها تاج فرعون را می آراست. سنگ‌های آبی این سرزمین